بعد سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم حال همگی خوب باشه. میخوایم راجع به ترید دینامیک صحبت کنیم. منظورم چیه؟ یعنی پویایی در ترید. این باعث میشه که خیلی از وقتا تریدتون نجات پیدا کنه. الان روی چارت با هم دیگه من مفصل راجع به این قضیه صحبت میکنم. منتها قبلش یه چیزی رو به عنوان مقدمه عرض کرده باشم. هر کسی برای ترید کردن یه پلنی داره. خلاصه هممون یه برنامه‌ای داریم که حالا بنا به هر دلیلی، با هر استراتژی، با هر آنالیزی من این نقطه رو انتخاب کردم برای یک بای زدن یا سل زدن با هر کیفیتی. دو اتفاق ممکنه بیفته، یا ممکنه ترید من بره تو سود یا ممکنه بره توی ضرر. اگر رفت توی سود تا کجا من قراره سود بگیرم، اگر رفت تو ضرر قراره تا کجا ضرر همراهی کنم در واقع. خب یعنی چه مقدار سرمایه‌مو به خطر بندازم. خب این میشه چکیده در واقع پلن ترید ما. خب روی این میخوایم کار کنیم. رو چارت با من همراه باشین. ببینید دوستان، به صورت حالا کلیشه‌ای، به صورت آکادمیک ما میایم میگیم که وقتی من میخوام برم توی پوزیشن، مثلا دارم میگم من میخوام اینجا برم بای، خب یه استاپ لاس میخوام در نظر بگیرم و یه تی پی. خب حالا نگاه کنیم، معمولا حالا نسبت سود به ضرر رو میایم با فاکتور R مشخص میکنیم، ریسک ریوارد ریشیو، که در واقع نسبت سود احتمالی شما به ضرر احتمالی شماست، که اینو معمولا میگم در حالت کلاسیک روی کاغذ میایم میگیم بهترینه که بزرگتر مساوی 2 باشه. یعنی اگه من قراره $10 ضرر احتمالی این باشه، در مقابلش بدونم که $20 ممکن بوده سود بکنم. خب برای یک سود $20 من $10 خودم رو به خطر بندازم و امثال هم. خب اینجا مشکلی که به وجود میاد چی هست؟ یه موقع هست در واقع تیپی که شما مشخص کردید، یعنی سودی که شما مشخص کردید، نمودار ممکنه خیلی راحت بیاد نه تنها اونو بزنه، حتی از اون عبور هم بکنه. اما یه موقعی هست تیپی شما ممکنه نمودار قبل از اینکه به تیپی شما برسه، خیلی نزدیک به تیپی شما، در واقع بخواد تغییر جهت بده. خب بحث سر اینه که من به عنوان یک تریدر بتونم در واقع مانور بدم. تریدی که الان توی سوده، من با یه ضرر نبندم یا استاپ نخورم. خب نگاه کنین، مثال میزنم قشنگ متوجه بشین. چارت جی پی USD تایم فریم 5 دقیقه هستیم به خاطر خبری که ساعت 9 صبح داشت همچین پامپی کرد. خب در واقع ببینین فقط کندل به خاطر خبر 47 پیپ جابجایی داریم. خب نمودارتون به جای خوبی خورده، چون تو تایم فریم 1 ساعته. ما اگه اون ناحیه رو بخوایم در واقع ببینیم، این کندل در واقع اینجاست، این کندل سیاهه. خب بزرگترش کنم، همونجوری که میتونین ببینین در واقع نمودارتون به این ناحیه برخورد داشته. درسته؟ به این ناحیه خورده و برگشت اتفاق افتاده. خیلی خوب. توی تایم فریم 5 دقیقه همونجوری که میبینین نمودارتون برگشت و نگاه کنین، ما نمودارتون تو تایم فریم 1 ساعته همونجوری که دیدین سعودی بوده. تو تایم فریم 5 دقیقه هم همونجوری که میبینین موجا رو تعقیب بکنین، نمودارتون سعودی بوده. خب نمودارتون اینجا موفق شده یک کف جدید درست کنه. در واقع سل ساید لیکویدیتی شما الان اینجاست. نمودارتون از اینجا بلند شده به سمت بالا. خب نگاه کنین، این کندل در واقع به خاطر خبر ایجاد شده، یعنی مسیری که به خاطر خبر ایجاد شده رو من یه دور براتون بیارم. این مسیر همونجوری که میتونین ببینین در واقع این ناحیه جدیدی که تشکیل شده دقیقاً رو 75%، یعنی میگم 75%، 50% در نظر بگیرین. منطقه دیسکانت ماست. تو منطقه دیسکانت دقیقاً روی 1/4 انتهایی، یعنی این تیکه نمودارتون متوقف شده. خب همونجوری هم که میتونین ببینین قشنگ اومده، چند دفعه برخورد به این سطح داشته و نتونسته بره. حالا من تریدر یک جایی رو برای بای انتخاب میکنم. خب نمودار سعودیه، من FVG 5 دقیقه‌مو دارم، توی در واقع برگشتی که اتفاق افتاده رو 75% هستم و اصل داستانم که همونجوری که گفتم سعودیه. من میرم مجددا بای با احتساب اینکه نمودار ممکنه بیاد بالا. تیپی من کجاست؟ اینجاست یا پشت این ناحیه. همونطوری که میتونین ببینین نمودارتون قبل از اونجا متوقف شده. خب خوب توجه بفرمایید، من اینجا این پرایس اکشن دیدم با واکنشی هم که تو تایم فریم 1 دقیقه
اینجا براش اتفاق افتاده. من در واقع میرفتم تو، خب یه پوزیشن لانگ میرفتم اینجا، یه استاپ خیلی کوتاه هم میذاشتم این پایین و در واقع تیپی من می آوردم میذاشتم روی همین نایه. خب ببینید، یعنی در واقع من برگشتی که میخواستم بگیرم خودش یه چیزی نزدیک 33 پیپه اگه اشتباه نکنم. بله ببینیم برگشت ما 33 پیپه، استاپمون هم 4 پیپه. نمودار اومد. خب ببینید به جای اینکه اون 33 پیپ ما رو برسه، با 29 پیپ مثبت من میتونستم بیام بیرون. یعنی از جایی که من رفته بودم تو، فرض بفرمایید ما یک لات رفته بودیم تو، یک لات من اینجا $290 تو سوده. خب و من اگه تیپی میخوردم $330 سود بود، $40 فرق دارم. خب من توی این لحظه $290 مثبت توی جیبم دارم، ولی کلیک نمی کنم بیام بیرون. میگم که خیلی خوب، باید این هایو بزنه و بر مبنای اون چیزی که تو تایم فریم یک ساعته حتی داریم در واقع موج بعدی شکل بگیره، یعنی اینو رد بکنه، حتی مجددا حتی پول بک بکنه برای مثلا گام بعدی. ولی اون اتفاق نمیفته. نمودار برمیگرده استاپ ما رو میزنه. خب آیا بهتر این بود که من اینجا یکم نرمش به خرج بدم، بگم خیلی خوب نمودار اومده نتونسته به تیپی من بزنه، حوالی تیپی منه و در واقع من بهتر اینه که خیلی سماجت نکنم بیام بیرون. این که با $290 مثبت بیام بیرون بهتره یا اینکه استاپ بخوام؟ ببین اصلا استاپو کاری ندارم، شما $290 پول تو جیبتون هست، ولی این $290 رو تو دقایق بعدی از دست قرار بدین. این ببینید یه مشکلی که خیلی از عزیزان تریدر دارن اینه که میرن توی سود یا کلا توی حسابشون چقدر پول دارن اینو در نظر نمیگیرن. بابا اون لعنتی پوله، اون خودش قدرت خرید داره، اون میتونه از توی حسابتون خارج بشه بیاد توی در واقع جیبتون به صورت نقد، میتونین باهاش چه میدونم خرید و فروش انجام بدین، هر چی که دلتون میخواد میتونین باهاش بخرید. این پوله وقتی نمودارتون رفته توی سود، تمام اون اعداد مثبتی که مال شماست همش از طرف شما قابل خرج کردن در آینده. ولی بعضی از دوستان میان تصورشون اینه که خیلی خوب این بازی، حالا نه اینا مثلا کوینی نیست که قراره در آینده به یه نسبتی بهتون پول داده باشه، این هر یه واحدش $1 اصلا. خب به خاطر همون یه خورده جدی‌تر قضیه رو نگاه بکنین. 290 مثلا میگم، حالا مثلا اینجا با یه لات $290 مثبت بودین، $250 قبلش مثبت بودین. چرا بیرون نیاییم که عدل تیپی بخوریم؟ تیپی مونم مثلا $40 فقط فرق داشته، به خاطر اون در واقع تیپیه نمودار برمیگرده و ما همه اون $290 اضافه‌ای که داشتیم تو جیب خوشحال نباشیم که خب من بدون ضرر بستم، من $290 سود رو دیدم نیومدم بیرون، ولی ایراد نداره آقا ترید مثلا 20 تا مثبت بستم اومدم بیرون، حساب نخوردم. نه، این چیزی برای خوشحال بودن نداره. قضیه اینجوری نگاه کنین که من اگه به موقع واکنش نشون داده بودم 200 خورده $1 سود کرده بودم به ازای هر یک لاتم، دیدم اون پولو و نیومدم بیرون. قضیه این مدلی نگاه کنین. و ما این مشکل رو توی استاپ لاس هم داریم. خب یعنی طرف میبینه ترید اشتباه شده ولی فکر میکنه چون استاپ گذاشته حتما باید بیاد استاپ تاچ بشه که بیاد بیرون. نه، وقتی شما متوجه میشین که نمودارتون تو مسیر اشتباه هست، درسته هنوز به منطقه استاپ لاس شما نرسیده که شما رو به صورت واقعی از ترید بندازه بیرون، خودتون تصمیم بگیرین بیاین بیرون. مثلا دارم میگم استاپ لاستون $40، الان $20 منفی هستین و میبینین کار تموم شده، نمودار مثلا فرمی که ایجاد کرده، استراکچر جدیدی که به وجود اومده در جهت شما نمیتونه باشه. نگیم که خب حالا ولش کن استاپ لاس ما تا بیاد برسه مثلا $40، الان درسته مثلا ما $18 $20 منفی هستیم، نه، تا استاپ لاس شما باز $20 دیگه شما میتونین صرفه جویی کنین در ضررتون. وقتی میبینین اشتباهی بیاین بیرون، ضرر کمتر باعث میشه که بعداً بتونین راحت‌تر جبرانش کنین، ولی ضرر وقتی سنگین میشه جبران کردنش هم سخت میشه، چشتون میترسه، اون ذخیره روانیتون به هم میریزه، نمیشه. خب به خاطر همون اسم این قضیه رو ما گذاشتیم دینامیک در ترید. با پویایی ترید بکنین، یعنی همه چی رو
به صورت چه میدونم نوشته شده که بیایم بگم من مثلا چه میدونم ریسک به ریواردم 2 بوده 3 بوده، یه استاپ گذاشتم یه تی پی گذاشتم، اوکی صبر کنیم ببینیم به یکی از اینا میخوره دیگه، حالا یا این یا اون. نه ترید رو ولش نکنین، همراهش بمونین. اگه میبینین که به منطقه تی پی شما رسید رد شد، شما هم باش برین سود بیشتر بگیرین. اگه دیدین قبل از تی پی شما نمودار گیر کرد، منطقه خطرناکیه، قبلا سمت چپتون مثلا اونجا ما یه دونه سوینگ های داخلی داشتیم، ممکنه نمودار از اون بالاتر نره، ایراد نداره بیاین بیرون، بازم شما پولیه که تو جیبتونه. تو منطقه منفیتون هم به همین صورته، توی استاپ لاستون هنوز شما به استاپ لاس برخورد نکردین و میدونین که تریدتون اشتباهه، چون مثلا دارم میگم تا یه مقداری رفته بودین تو سود، نموداری واکنشی نشون داد، شما قبلا نمودارتون مثلا وضعیت هایر های لوها به صورتی بود که تصور صعود داشتین، الان اصلا فرم برگشت، شما اصلا اینجا چنج اف کاراکتر دارین، نمودارتون کلا مثلا فرم نزولی به خودش گرفته، هنوز به استاپ شما نرسیده، بیاین بیرون، کار تمومه، موندن نداره اصلا. خب اینا رو حواستون باشه که انقدر همه چی رو خیلی سختگیرانه نگاه نکنین که چون من تی پی دارم نمودار باید تا اونجا میرفت، چون من استاپ لاس گذاشتم نمودار باید تا استاپ لاسش نگاه کنم که ببینم چی میشه. نه، یک جایی وقتی در واقع تو شرایطی هستین که میتونین تصمیم درستی بگیرین و در واقع کار رو تموم بکنین، صبر نکنین که برخورد بکنه حتما. خب امیدوارم که این مشکل خیلی از عزیزان هست بتونن اونا رفع و رجوع کنن، تریدهای بهتری داشته باشن. وقت همگی بخیر.